نورالله اشرف یک ماه قبل به نزد حامیان حقوق آمد و شکایت کرد که پسرش را کارمندان میلیسا شکنجه میکنند. علی جان اشرف با اتهام افراطگرایی ماه دکبر سال گذشته بازداشت شده است. نورالله بیش از یک ماه کوشش کرد به دیدار پسرش برسد، اما نه خودش و نه وکیلان دفاع به نزد این جوان راه نیافتند. تنها اول ماه فوریه اجازه دادند که پسرش را ببیند. فرزندش به اون نقل کرده است که مفتشان پیوسته او را لطکوب میکنند تا اتهام را به گردن گیرد. در بی‌بی‌اس دیدمش، بعد همینجا گریسته گفت که اوتا مرا بسیار به درجه زدن که من همه مایی بای ماده زلول بیارین ماده سیادونه چیز بوده سیادونه بیارین. بعد همونجا گریون شد گفت مرا همین خیال زدن که ما 4 روز فقط قاشقتی مرا خود دادن تمام. حقوق شناسان میگن ثابت کردن شکنجه مشکل است، چون وکیلان دفاع را به بازپرسی ها راه نمیدهند و آنها هفته ها اجازه ملاقات با زیرحمایه‌شان را گرفتن نمیتوانند. به قول حامیان حقوق، ملاقات زمان فراهم میشد که آثار شکنجه نمیماند. برای بستن پرونده و زندانی کردن گمانبر برای مفتشان تنها اعتراف اتهام کافی است. دسترسی ادوکات به زیرحمایه هرچند مطابق بندی قانون‌های 53 46 و 47 درباره دسترسی به محدودیت وکیل به زیرحمایه‌اش ذکر شده است، ولی بنابر طلبات به این اجازت مفتش لازم است. یعنی مفتش باید به مقامات بازداشت کننده در این باره رضایت خود را پیشنهاد کند. تنها بعد از این به ملاقات وکیل دفاع با زیرحمایه‌اش اجازت می‌دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف میکند که بعضا مفتشان از مقام خود سوء استفاده می نمایند. برای جلوگیری از بدرفتاری، حالا وزارت تصمیم گرفته است که در اداره های پلیس اتاقهای بازپرسی مجهز با دوربین های نظارتی تأسیس دهد. حالا نیز در بعضی از شعبه های میلیسا و بازداشتگاه ها کامره های نظارتی هستند، اما به وکیلان دفاع اجازه دیدن نوارهای آنها را نمی دهند. مشکلات وجود دارد هنگامی که ادوکات ها ثبت ویدیویی کامراهای نظارتی در بازداشتگاه ها نصب شده را درخواست می کنند. در اکثر حالت ها به آنها می گویند که یا بنابر مشکل تکنیکی یا قطع نیروی برق کامراها کار نکردند. حامیان حقوق میگویند برای آنکه نصب کامراهای نظارتی نتیجه دهد، باید به مفتشان دستور داده شود که بازپرسی در شرایط صورت بگیرد که کامراهای نظارتی فعالند. اگر مفتشان این طلبات را رعایت نکنند، جزا بگیرند.